حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در چند سخنرانی اخیرش به مسئله همه‌پرسی و اجرا نشدن اصول قانون اساسی اشاره کرد. آقای روحانی گفته که در شرایط امروز جامعه که شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده دارد، آیت الله خامنه‌ای فرماندهی را به او واگذار کرده اما او اختیارات فرماندهی ندارد. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که همه‌پرسی در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد و رجوع به آرای مردم نشان خواهد داد که در نظام جمهوری اسلامی بنبستی وجود ندارد. اینکه درخواست‌های مکرر آقای روحانی برای برگزاری همه‌پرسی و داشتن اختیارات ویژه در حوزه سیاسی ایران چه معنایی دارند، موضوع برنامه چشم‌انداز است. به برنامه چشم‌انداز خوش آمدید. من پویا عزیزی در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود و موضوع برنامه را با کارشناسان در میان خواهم گذاشت. حسن روحانی همچنان برای گرفتن اختیارات بیشتر اصرار دارد، اما این خواسته او مخالفانی هم دارد. رؤسای جمهور پیشین ایران هم از نداشتن اختیارات کافی شکایت داشتند. چالش‌های رؤسای جمهور ایران برای داشتن اختیارات بیشتر در دوره‌های مختلف موضوع گزارشی است که خواهید دید. پس از این گزارش گفتگو با میهمانان را آغاز می‌کنم. درخواست اختیارات ویژه، درخواست حسن روحانی رئیس جمهور ایران از رهبر ایران. او شرایط کنونی را جنگ اقتصادی خوانده و خواستار تمرکز تصمیم گیری و اختیارات ویژه شده، اختیاراتی که هنوز به روشنی تعریف نشده است. در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در تصمیم گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. سخنان روحانی بلافاصله با واکنش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد که در صفحه توییتر خود نوشت همه رؤسای جمهور طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشتند و در این دوره آقای روحانی حتی اختیارات بیشتری هم دارند. آیا از این اختیارات گسترده برای حل مشکلات کشور استفاده شده است؟ چند روز پیش هم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به سخنان روحانی عکس‌العمل نشان داد و گفت رهبر جمهوری اسلامی به همه قوا اختیارات کافی داده است. اما شورای پشتیبانی جنگ که روحانی تشکیل آن را در شرایط کنونی ضروری می‌داند، در سال 1366 و در دوران جنگ با عراق به دستور آیت الله خمینی و به ریاست علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت تشکیل شد. اما پیش از حسن روحانی، محمد خاتمی هم به میزان اختیارات رئیس جمهور اعتراض داشت. آنهایی که رئیس جمهور را فقط رئیس دولت می‌دانند، نه مجری قانون اساسی، می‌خواهند رئیس جمهور تدارکاتچی باشد، ولی معتقدم با عمل به قانون فعلی هم که دارای کاستی‌های زیادی است و ضمانت اجرای لازم را ندارد، رئیس جمهور تدارکاتچی نیست. حال بار دیگر با تحریم‌ها و فشارهای حداکثری آمریکا و شرایط بحرانی کشور دوباره بحث افزایش اختیارات رئیس جمهور مطرح شده و ابهامی که به نظر کارشناسان در تعریف اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی وجود دارد. شاید روحانی امیدوار است از این طریق مراکز تصمیم گیری را محدود کرده و اختیارات رئیس جمهور را برای گذر از بحران افزایش دهد. اما اینکه اختیارات ویژه قدرت چه نهادها و افرادی را محدود می‌کند، می‌تواند در تعیین سرنوشت این درخواست مؤثر باشد. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان اینجا در استودیو و حسن شریعت مداری فعال سیاسی که از طریق اسکایپ همراه ما هستند. آقای مهتدی خوش آمدید به برنامه چشم‌انداز. موضوع بحث برنامه مشخص اختیاراتی که آقای روحانی گفتند که ندارند و خواهان اختیارات ویژه شدند و همینطور همه‌پرسی که
گفتند اگر برگزار بشه دیگه جمهوری اسلامی بنبستی نخواهد داشت. به نظر میرسه که وضعیت آقای روحانی از زمانی که انتخاب شدن تا زمانی که آمریکا از برجام خارج شد یک مقدار متفاوت بود با زمانی که آمریکا از برجام خارج شد تا الان. فکر میکنید که چه تحول استراتژیکی شکل گرفته در موقعیت آقای روحانی از زمان خروج آمریکا از برجام تا الان؟ ببینید، به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در کنار همه معایب اساسی که داره، ولی این مشکل و تناقض رو هم داره که تکلیف قوه مجریه کاملا مشخص نیست. مقامی به اسم رهبری که ولایت فقیه هست وجود داره در عمل، هم مطابق قانون اساسی و هم بیشتر از اون در عمل خیلی از اختیارات رو داره. در حوزه سیاست خارجی کاملا در نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا، کاملا در سیاست‌های امنیتی، کاملا سیاست‌های کلان اقتصادی، حتی در عزل و نصب‌های جاهایی مثل تلویزیون و غیره و اینا همه هستن. یک چنین مقامی هست اما مسئولیت پذیر نیست. قرولند میکنه سر بقیه ولی تصمیمات رو خودش میگیره. بنابراین این گله و شکایت از سالها پیش وجود داشته که رؤسای جمهوری اسلامی ایران فاقد قدرت اجرایی کافی هستند. شما فقط توجه بکنید این همه، حتی نه فقط در مقایسه و در قیاس با قوه مجریه، در قیاس با قوه مقننه هم همینطوره. بگذاریم از اینکه این مجلس واقعی دموکراتیکی نیست، ولی هرچه هست همه یادشونه که ملاحظات و پیشنهادهای خیلی زیادی روی برجام داشتن، صدها فکر میکنم، ولی که نماینده بیت رهبری آمد مجلس و گفت آقا گفتن که قضیه رو حل کنید، کشش ندید. در عرض 20 دقیقه برجام تو مجلس هولکی تصویب شد. یعنی اختیارات رهبری بالاتر از قوه مقننه، بالاتر از قوه مجریه، بالاتر از قوه قضاییه است، اما در عوض مسئولیت پذیر نیست. این مشکل هر زمان خودش رو به یک نحوی نشون میده تو کار کشور. حالا در این دور اخیر که مورد سوال شماست، به علت فشار حداکثری اقتصادی آمریکا روی ایران و اثرات بسیار فلج کننده‌ای که روی اقتصاد داشته و بیشتر هم خواهد داشت، این موجب میشه که همه از خودشون به نحوی سلب مسئولیت بکنن. چند روز قبل آقای خامنه‌ای گفت که خیلی چیزای برجام اونطور که باید و ایشون توصیه کرده بودند اجرا نشده، ولی وظیفه من نیست که دخالت بکنم. از اون طرف آقای روحانی از خودشون سلب مسئولیت میکنن و میگن که خب من اختیارات کافی ندارم. این تناقض به نظر من یک تناقض اساسی است که در جمهوری اسلامی وجود داره. مواقعی که فشار کمه وضعشون بهتره کمتر میزنه بیرون، ولی در مواقعی که فشار اینقدر بالاست این تناقض کاملا الان میبینیم زده بیرون. ممنونم از شما آقای شریعت مداری، به شما هم خوش آمد میگم. سوال همون سوال مشترک است، از آقای مهتدی هم پرسیدم. به نظر شما آیا موقعیت آقای روحانی دستخوش تحولاتی شده؟ چون ما دیدیم که پیش از اینکه آمریکا از برجام خارج بشه ایشون تلاش کردند که نزدیکی هایی داشته باشن با سپاه. بعد از اون اما کار به جای رسید که حتی وزیر خارجه استعفا داد. حالا استعفاش قبول نشد، اما بعد همون وزیر خارجه اومد گفت که بستن تنگه هرمز کار و تصمیم نظامی ها. آیا موقعیت متفاوت شده الان که آقای روحانی داره این حرفا رو میزنه؟ بله، علاوه بر موارد اساسی که آقای مهتدی گفتند، خب امروز اون چی که بیشتر مورد توجه آقای روحانیه این واقعیت که آمریکایی ها بارها گفتند که وزیر خارجه رسمی ایران قاسم سلیمانی است و آقای ظریف کاری نیست و ما اگر بخوایم مذاکره کنیم باید با جایی مذاکره کنیم که قدرت و اختیار داشته باشه و با خود رهبری و نمایندگان رهبری باید این مذاکره بشه. خب این برای آقای روحانی که در 2 دوره مورد مذاکره بوده، در مورد پرونده اتمی بسیار گران
تمام شده و در حقیقت به طور رسمی مورد بی‌توجهی طرف مذاکره احتمالی در آینده قرار گرفته. بنابراین دست و پا میکنه که اختیار بگیره، کما اینکه آقای ظریف در واشنگتن گفت که من اختیار دارم که اینجا این حرفا رو میزنم و این خیلی عجیب بود که یک وزیر خارجه مجبور بشه که از اختیاراتش بگه. امروز آقای ظریف در کشورهای خلیج صحبت از این میکنه که ما حاضریم قرارداد عدم تجاوز ببندیم، عدم تعرض ببندیم. خیلی اعتنا نمیشه. دلیل این عدم اعتنا مختلفه و در جای دیگری میشه بحث کرد، ولی یکی از دلایل اینه که اصولا آقای ظریف را دارای اهلیت بر چنین قراردادی نمیبینن. آقا به نظر من اون که بیشتر مورد توجه آقای روحانی است، یکی اختیارات در حیطه بانک‌ها و اقتصاد و دیگری اختیار در حیطه مذاکره است و دست و پای آقای روحانی به قدری بسته است که وقتی آقای سلیمانی فرض بفرمایید که رئیس جمهور سوریه بشار اسد رو به ایران میاره، آقای روحانی بعداً خبر میشه و به عنوان تشریفات با او هم ملاقاتی میشه. بنابراین این تخفیف ها و توهین های متوالی وضع رو به جایی کشونده که ایشون اختیارات ویژه بخواد. از سوی دیگه آقای خامنه ای هم مردد چگونه تصمیم بگیره، کی طرف مذاکره باشه، میدونه که اگر جام زهری که به احتمال قوی باید بخوره ترجیح میده این جام زهر نیابتی خورده بشه. بالاخره طرف مذاکره اگر هم سپاه باشه در نهایت دولت رسمی باید قرارداد امضا کنه و قراردادها باید از طریق دولت و رئیس جمهوری بشه. بنابراین آقای روحانی شاید بتواند موافقت رهبری رو برای نوعی از اختیارات بگیره. البته سپاه از این هم چندان خوشنود نخواهد بود. ممنونم از شما اشارت مداری. آقای مهتدی، هدف چه هست؟ آقای روحانی به هر حال وقتی که این بحث ها رو مطرح میکنه رئیس جمهور یک کشوری است، چه هدفی داره از گفتن بحث رفراندوم و بحث اختیارات ویژه؟ رفراندوم اگه قرار باشه در ایران رفراندومی بشه، اون رفراندوم بایستی بر سر اساس نظام باید باشه و تحت نظارت بین المللی، کارشناسا و ناظران بین المللی باشه. چیزی که مورد نظر ایشونه، مثلا به نظر خودشون میخوان دوباره فراخوانی به پایین جامعه، به توی جامعه، به جامعه مدنی ایران بدن. میخوان نشون بدن که به رأی مردم و انتخاب مردم توی یک معتقدن و یه رفراندوم رو برای همین پیشنهاد میکنن. ولی متاسفانه فکر میکنم این حرف ایشون الان دیگه جا نداره، برای اینکه ایشون موقعی که هنوز انتخاب نشده بودن برای دور دوم همه دیدیم که چه صحبت‌های آتشینی علیه دخالت‌های سپاه پاسداران در اقتصاد و در سیاست مملکت انجام داد و برای اینکه رأی مردم رو جمع بکنه، ولی بلافاصله بعد از انتخابات اتفاقا نشستن و تحبیب فرماندهان سپاه پاسداران رو کرد. بنابراین در شرایط فعلی هم من نظرم اینه که ایشون میخواد نشون بده که مردم رو فراموش نکرده، رأی مردم رو فراموش نکرده. ولی میشه یه چیز گفت، ممکنه ایشون اختیارات نداشتن که در این زمینه حتما همه رئیس جمهورها گلایه داشتند، ولی مگه نمیتونستن حرف بزنن؟ جلوی دهنشون رو که نگرفته بودن. ایشون تا به حال حقایقی رو در این زمینه به مردم نگفتن و به نظر میاد که خیلی قطره چکانی و مواقعی که احتیاج پیدا میکنن به این که حالا اصلاح طلبا، جامعه مدنی به ایشون روی خوش نشون بدن، قطره چکانی یک کمی نزدیکی خودشون رو یا اعتقاد خودشون رو به رفراندوم و رأی مردم نشون میدن. اولا فکر نمی کنم چنین رفراندومی موافقت بشه باهاش. اگر قرار باشه اختیاراتی بیش از اون چه که الان دارن بهشون داده بشه، این رو از طریق و با تصویب رهبری نظام خواهند کرد.
و نه از طریق رفراندوم به هیچ به نظر شما آقای مهتدی مخالف اصلی رفراندوم شخص رهبریه دیگه؟ فکر میکنم همینطوره. ایشون و مراکز اصلی تصمیم گیرنده مثل سپاه پاسداران، مثل دستگاه‌های اطلاعاتی و مثل اون مراکز نیرومند اقتصادی پشت پرده‌ای که هستند، اینها به هیچ وجه نمیخوان که اصلا گفتمان رفراندوم تو ایران راه بیفته و طوری وانمود بشه که گویا جایی مردم، عامه مردم در مورد مسائل اساسی تصمیم گیری خواهند کرد. این روی سابقه خیلی بدی برای خودشون میدونن. من فکر می‌کنم خیلی خوبه رفراندوم ها به شرطی که دموکراتیک باشند، اما نه، فکر نمی کنم رفراندوم بپذیرن. اگر هم یعنی نظام و رهبری بپذیره این رو، آقای خامنه‌ای نخواهند پذیرفت و اگر هم قرار باشه اختیاراتی به آقای روحانی داده بشه خودشون خواهند داد تا اینکه بذارن از طرف مردم این اختیارات به ایشون داده بشه. ممنونم از شما. آقای شریعت مداری به بحث مذاکره ها اشاره کردید، احتمال مذاکره. حالا یه سری کشورها هم در حال میانجیگری هستند، گفته میشه که دارن این کار رو میکنن. در جنبه بین المللی آیا نمایش این شکاف بین دولت و بدنه نظام پیامی داره برای کسانی که قرار مذاکره کنند یا کاربرد سیاسی داره؟ خب بسیار برای جنگ قدرت داخلی مهمه که طرف خارجی کیو برای مذاکره ترجیح بده. وقتی طرف خارجی بیت رهبری و سپاه رو برای مذاکره ترجیح داد، معنیش اینه که دولت رو هیچ کاره میدونه و بنابراین این برای آقای روحانی بسیار گران است که علاوه بر این که در داخل تدارکاتچی و هیچ کار است، اون چیزی که در خارج حداقل پذیرفته شده بود و ایشون مورد طرف مذاکره 5+1 بود دولتش با آقای ظریف، اکنون از نظر آمریکایی‌ها هیچ کاره باشه، میخواد اینو جبران کنه. در مورد رفراندوم همه چیز به اراده ولی فقیه است، برای اینکه رفراندوم بر اساس اصل 59 قانون اساسی از یک طرف 2/3 آرای مجلس رو میخواد که معلوم نیست آقای روحانی بتواند این اکثریت رو به دست بیاره و سپس طبق تفسیری که سال 1181 شورای نگهبان کرده، چون خواست رفراندوم و محتوای رفراندوم از مصوبات مجلسه، باید به شورای نگهبان بره و شورای نگهبان باید اون رو تصویب کنه. معنای دیگرش اینه که آقای خامنه‌ای باید اون رو تصویب کنه. بنابراین ایشون مسلوب الاختیاره. اگر نقشه این باشه، شاید این باشه که بخواهند مذاکره با آمریکا و نوشیدن جام زهر رو به دست مردم و طبق اراده مردم چیز کنن تا قباحتش کمتر بشه و شکستشون کمتر جلوه بکنه. شاید نقشه این رو میکشن همینطور به عنوان یک پروژه نگه دارن تا اگر لازم شد چنین کاری بکنن. شاید هم خیالات آقای روحانی است و نخواهد توانست که اون رو پیش ببره. آینده اینو نشون میده، ولی به هر صورت اوضاع خرابتر از این وضع هاست و اصولا مذاکره با آمریکا معنایش این است که جمهوری اسلامی از تونلی رد میشه که اون سوی تونل دیگه جمهوری اسلامی بیرون نخواهد آمد، یا اثری ازش نخواهد ماند، یا جمهوری بیرون خواهد آمد که با جمهوری اسلامی فعلی فرق داره و بسیار آسیب پذیرتر خواهد. آقای مهتدی، شما جنبه بین المللی ماجرا چطور میبینید؟ آیا این اظهارات و نمایش این شکافی که الان آقای روحانی داره نمایشش میده بین دولت و بدنه حاکمیت پیامی داره برای جامعه جهانی، برای کسانی که دارن میانجیگری میکنن برای مذاکره یا کسانی که احتمالاً طرف مذاکره خواهند بود؟ جامعه جهانی و دولت‌های جهانی، به خصوص دولت‌های غربی، آمریکا، حتی چین، روسیه، کشورهای منطقه، همه از وجود این اختلافات عمیق و دوگانگی عمیق توی نظام جمهوری اسلامی با خبرن. سازمان‌های اطلاعاتیشون مرتباً بهشون خبر میدن، ندنم روشن تو پیش چشم همه مردم دنیا. بنابراین من فکر میکنم که آمریکایی ها و دیگران حتما سرمایه گذاری روی اختلافات داخلی خواهند کرد. من خودم نظرم اینه در رابطه با مذاکره
مذاکره یکی از گزینه‌های زیادی نداره جمهوری اسلامی و گزینه برد دیگه وجود نداره، همچین چیزی وجود نداره. باخته، ولی دارن میسنجن کدوم باخت کم ضررتره. به نظر من مذاکره یکی از اون گزینه هاست. گزینه رو در رویی نظامی که با عملیات‌های ایذایی از اون بیشتر که نمیتونه بره. این عملیات‌های ایذایی هم فشار دیپلماتیک و سیاسی سنگین داره میاره آمریکا که جلوشو بگیره تو منطقه. منظورتون مشابه عملیات‌هایی است که توی فجیره و توی عربستان و عراق بله پهپاد بدن به حوثی‌ها و اینجور کارا. این نوع عملیات‌های ایذایی و مثلا هشدار دهنده برای آمریکایی‌ها به تدریج محدود میشه. دامنه مانور جمهوری اسلامی در زمینه عملیات‌های ایذایی هم محدودتر میشه. عملیات‌های جدی که واقعا نیروهای آمریکایی رو بزنه و تلفات وارد کنه بسیار دیوانگی محض برای جمهوری اسلامی. شما ببخشید این خالی بندی های فرماندهان سپاه پاسداران رو در نظر نگیرید. اونا خودشون میدونن، آدمای واقع بینی هن، میدونن که چون این ضربه‌ای بخوان با آمریکا بزنن تلافی سنگینی خواهند دید. میمونه مذاکره، اما مذاکره فقط نشستن دوره میز نیست. آخه امتیازاتی باید رد و بدل بشه. 60-70% حتی اگر فقط 60-70% اون چی که آمریکا و جامعه بین المللی از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواد انجام بگیره، معنیش اینه که اساس سیاست خارجیش باید عوض بشه، تعاملش با جامعه بین المللی عوض بشه، دشمنیش با عربستان و اسرائیل و غیره باید تموم بشه، باید وارد اقتصاد جهانی بشه. آیا این انتخاب رو میتونه بکنه؟ انتخابی است بسیار دردناک و همونطور که آقای شریعت مداری گفتند چه بسا جمهوری اسلامی سالم از اون طرف این مذاکرات و این سازش بیرون نخواهد اومد. ممنونم از شما آقای شریعت مداری. اگر موقعیت آقای روحانی دچار تغییر شده با این تغییرات و تحولاتی که اتفاق افتاده و به هر حال این حرف‌ها رو امروز دارن میزنن، آیا جامعه مدنی در ایران هم دچار تحول شده و این حرف‌ها چقدر همخوانند با آنچه که در جامعه میگذره و با اون تحولاتی که در جامعه است؟ جامعه مدنی ایران حساب خودش رو هم از آقای روحانی هم از نظام و از کل دولت مردان و حاکمان جدا کرده و اصولاً می‌داند که اون که اینها میکنند در هیچ جهتی به نفع اون نیست و آشکارا میگوید که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. به معنای این که هم راه زندگی را از اینها جدا کرده، دارای فرهنگ متفاوتیه، هم امید خودش رو قطع کرده و هم میداند که اون چه اینها میکنن در نهایت اگر پولی هم به ایران بیاد از هر $100 که میاد $80 غارت میشه و یا به خارج برای ماجراجویی های سپاه اختصاص داده میشه یا صرف ساختن حسینیه و مسجد برای لبنانی ها و سوری ها و در عراق و این بر اون بر میشه و حتی اکثر $20 به اون میرسه و این $20 هم که به اون میرسه در قبال ندانمکاری ها و اقتصاد رو به نابودی که جمهوری اسلامی داره ارمغانی برای زندگیش نخواهد آورد. بنابراین تغییر موقعیت آقای روحانی تغییری در وضع جامعه مدنی نمیده، فقط جامعه مدنی عزمش راسختر میشه که در انتخابات آینده شرکت نکنه، برای اینکه بد و بدتر عملا یکی هستند و هیچ فرقی در زندگی او نداره. ممنونم از شما آقای مهتدی. اشاره کردید به شکافی که وجود داره و گفتید که به هر حال جامعه بین الملل همین شکاف رو باور کرده و درک کرده که این شکاف هست در بدنه نظام جمهوری اسلامی. آیا برای جامعه مدنی، برای مردم این شکاف قابل استفاده است برای اینکه به مقاصدی دست پیدا کنن؟ میتونن از این شکاف استفاده کنن؟ راهی برای استفادهش هست یا خیر؟ این بحث مدت‌ها بود دیگه، 25 سال این بحث هست تو جمهوری اسلامی. از ابتدای حرکتی که به نام اصلاحات شناخته شد تو ایران این بحث هست. متاسفانه عکسش بوده، یعنی با ترسوندن بد از بین بد و بدتر به انتخاب بدتر کشونده جامعه ایران رو. من فکر میکنم جامعه ایران اتفاقا خیلی با سخاوت و با
مدارا با این گزینه هم برخورد کرد. مدتی این گزینه انتخاب بین بد و بدتر یا استفاده از شکاف‌های درون حاکمیت مثلا بین اصلاح طلب و اصولگرا را هم امتحان کرد. اون چه ما در دیماه 96 دیدیم پایان کامل یک مرحله است. آغاز این پایان رو جنبش سبز زد سوتش رو، ولی پایان واقعیش به نظر من در دیماه 96 بود. اون جنبش خیلی بزرگ، خیلی عظیم نبود، هر موردش پرتعداد نبود، ولی بسیار گسترده و فراگیر بود، هم از لحاظ اقشار مختلف اجتماعی، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ اتنیکی، خیلی از لحاظ سنی خیلی به گستردگی کامل جامعه ایران این جنبش نشون داد. بعد هم خیلی موارد دیگه‌ای بود نشون داد که مردم ایران، جامعه ایران و از جمله بخش اعظم جامعه مدنی به نظر من سنگاشو واکنده با جمهوری اسلامی و حساباشو دیگه جدا کرده از جمهوری اسلامی. این حقیقتی است که دیگه همه میدونن. بنابراین این شکاف‌ها در تضعیف حاکمیت مؤثره، اما به نظر من در جلب مردم به سوی بخشی از حاکمیت مؤثر نخواهد بود. ممنونم از شما آقای شریعت مداری. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که جامعه مدنی از این شکاف‌ها یا توان استفاده نداره؟ آقای مهتدی میگن که برای تضعیف حکومت این شکاف‌ها مؤثرند. نظر شما چه است؟ بله، من فکر میکنم که دیگه این نوع ایجاد شکاف، یعنی اصلاح گرا و اصولگرا، اصلاح طلب و اصولگرا، دوره استفادهش تموم شده. جمهوری اسلامی در صدده که یک بازی دیگری در بیاره و سپاه رو به دو بخش که بخشی خواهان مذاکره با آمریکاست و بخشی مخالف با اون تقسیم کنه و هم مردم رو هم آمریکا رو سرگرم کنه مدت‌ها که بخشی از سپاه واقع بینتره و با اینها میشه مذاکره کرد، اون یکی بخش مخالفه و در رفت آمد بین این بخش سخت جان سپاه و اون بخشی که نرم شده و حاضر به مذاکره است زمان رو بگذرونه تا دوره ترامپ تمام بشه. باید آمریکایی‌ها حواسشون جمع باشه، مردم هم حواسشون جمع باشه. این همون بازی است که در پکیج دیگری داره تکرار میخواد بشه و یک کلاه جدیده که به سر مردم و جامعه بین المللی میخوان بگذارن. سپاسگزارم از حسن شریعت مداری فعال سیاسی و عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کومله کردستان که در این گفتگو همراه من بودند. اما همین موضوع را با میهمانان دیگری در بخش دوم برنامه در میان خواهیم گذاشت. پیش از آن بخش‌هایی از گفته‌های اخیر رئیس جمهور ایران. مریم معمار صادقی از بنیانگذاران و مدیران مؤسسه توانا و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در این بخش از چشمانداز همراه من هستند تا به تحلیل گفته‌های اخیر حسن روحانی درباره اجرای قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور بپردازیم. اما پیش از اون بخش‌هایی از گفته‌های رئیس جمهور ایران رو همکارانم پخش خواهند کرد تا به گفتگو بپردازیم. هیچ دولتی نمیتونه ادعا بکنه که کار من، برنامه من، فعالیت من بی‌نقصه. تازه اگر همه اختیارات قانون اساسی رو بگذارن در اختیار دولت باشه و اگر بگذارن حالا یکی از دوستان جمع از اصل 59 سخن گفتن که اصل بسیار مهمی است به نظر من. اصل 59 بن‌بست شکن هست. اصل 59 به ما میگوید که نظام ما و جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت بن‌بست نداره. اون چه من میگم این که ما در شرایط فعلی نیاز به ساز و کار روانتری داریم و این رو من به صراحت از اولین روزی که تحریم جدید آغاز شد خدمت رهبری من گفتم امروز کشور فرمانده میخواد، امروز جنگ و این جنگ فرمانده میخواد و خدمت ایشون گفتم که بهترین فرمانده شخص شما هستید، ما هم همه مطیع هستیم، شما فرماندهی رو به عهده بگیرید. ایشون فرمود نه و بعد فرمود خودتون باید فرماندهی رو به عهده. اشکال نداره هر که میخواد فرمانده بشه، هیچ مهم نیست، اما اختیارات فرماندهی مهمه. والا که خب
انا فرمانده، نتیجه به جایی ما نمیرسیم که اختیارات فرماندهی مهمه. بالاترین لازمش وحدت نظر، وحدت فکر، اعتماد به همدیگره، به هم اعتماد کنیم. مریم معمار صادقی از بنیانگذاران و مدیران مؤسسه توانا و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در این بخش از چشمانداز با من همراه خواهند بود. خانم معمار صادقی، اجازه بدید که از شما شروع کنم، ضمن اینکه خوش آمد میگم به هر دوی شما میهمانان. آیا موقعیت آقای روحانی در این لحظه که این حرف‌ها رو میزنن نسبت به گذشته دچار تحول خاصی شده، وضعیت جدیدی اتفاق افتاده که آقای روحانی مدام دارن تکرار میکنن که اختیارات ویژه میخوان و بحث رفراندوم رو پیش میکشن؟ خب کل نظام الان زیر فشاریه که در 40 سال گذشته بی سابقه بوده. خوب میدونن، یعنی از آقای خامنه‌ای، روحانی، هر کسی که جزو این جمهوری اسلامی باشه میدونن که الان فشاری که آمریکا به وجود آورده، اون فشار بین‌المللی جهانی که روی این حکومت هست و رو مردم ایران هست بی سابقه بوده و آینده رو نمیتونن ببینن که چجوری از زیر این فشار بتونن در بیان. مسلماً خب آقای روحانی میخواد که خودشو نشون بده جوری که بتونه حل بکنه این مسئله رو. آقای خامنه‌ای هم میخواد که بتونه حل بکنه. کلاً این حکومت به طور کلی همه با هم دیگه یکی هستن از لحاظ اینکه همه این مشکلات رو خودشون به وجود آوردن و الان هم میخوان که یه جوری نجات بدن این نظام رو، این سیستم رو، قدرت خودشون رو بتونن حفظ بکنن. از راههای مختلفی خواهند رفت. یعنی الان این نوع شکاف‌ها، دعواها خیلی طبیعی هستش که هر کسی بگه که خب بذار من اگه قدرتم بیشتر باشه من میتونم، ولی تا وقتی که قدرت رو ندارم که نمیتونم. روحانی اینو داره میگه، مجلس از اون ور میخواد قدرت خودش رو بیشتر بکنه، ولی همون جوری که مهمان قبلیتون آقای شریعت مداری گفتن، مردم و دولت ترامپ و کلا دنیا نباید گول اینو بخورن که چیزی اینجا شکل داره میگیره بجز اینکه جمهوری اسلامی میخواد خودش رو حفظ بکنه. یعنی کسی نمیاد حتی از حکومت بگه که خب این اختیارات رو به من بدین، این کارا رو بتونم من بکنم که زندگی مردم رو بهتر بکنم. مردم هستن که دارن این همه صدمه میبینن. حتی تو همین روزها آقای روحانی گفته که عیبی نداره که مردم گشنه باشن، عیبی نداره که سفره‌هاشون خالی باشه، مهم این هستش که این نظام رو میخوان. دروغ دروغ دروغ. ممنونم از شما. آقای افشاری، شما تحلیلتون چه هست از این اوضاعی که آقای روحانی این حرفا رو در اون زدن؟ هدف آقای روحانی چه هست؟ و همینطور این که گفتن در این ویدئویی که ما پخش کردیم، گفتن که رفتن پیش رهبر جمهوری اسلامی و گفتن که فرماندهی اوضاع جنگ رو شما به عهده بگیرید، گفتند که نه شما به عهده بگیرید، ولی اختیاراتی ندادن. معنای اینها چی است؟ ببینید صحبت‌های آقای روحانی رو به نظر من در چند سطح، یعنی هدفش رو باید دنبال کرد. یکی خب طبیعی است به عنوان کسی که رئیس دولت هست، در شرایط سخت کنونی داره کشور رو اداره میکنه، به لحاظ فنی خب نیازمند این هستش که یعنی تصمیم گیری‌ها دیگه حالت شرایط ویژه‌ای پیدا کرده و از این لحاظ اختیارات بیشتری میخواد تا هم از مقررات دسته‌پاگی خارج بشه و هم از رقابت‌های جریان رقیب و سنگ‌اندازی‌هایی که در انجام میده، به خصوص در حوزه سیاست خارجی، مسائل اقتصادی مثل مثلا پیوستن به معاهده گروه ویژه اقدام مالی FATF. الان ماه‌ها هستش که 2 لایحه از لوایح 4 گونه‌اش در مجمع تشخیص مصلحت همینطور باقی مونده. بنابراین در این سطح داره تلاش میکنه که موقعیت خودش و دولت رو ارتقا بده و مشکلات رو کم بکنه و در این حالت دوگانه‌ای هم که قرار گرفته که از یک طرف همه مسئولیت‌ها به عهده دولت گذاشته میشه ولی از طرف دیگر اختیارات کافی هم بهش داده نمیشه و سنگ‌اندازی ها هم هست. در همین صحبت‌های اخیرش در مراسم افطاری با اهالی رسانه به این اشاره کرده بود که به اصطلاح کسانی که فکر میکنن تضعیف الان دولت، ضعیف‌تر شدنش، ناکامیش مقدمه پیروزی اونها در انتخابات‌های آینده هست، یعنی اون نیروهای در اون نظام رقیب رو میگه. اینا خائن کشور و تاریخ هستن و غیره از این حرفا. بنابراین یک بعد قضیه فنی هست. این سابقه در جمهوری اسلامی هم داشته و حالا در اواخر
سالهای جنگ خب شورای پشتیبانی جنگ با اختیارات ویژه تشکیل شد و حرف روحانی این هستش که الان وضعیت مشابه و چه بسا حتی بدتره، چون در دوران جنگ ایران مشکلی در فروش نفت و مبادلات بانکی نداشت، ولی الان علاوه بر اون مشکلات قبلی اینها هم اضافه شده. اما در وجه بعدی صحبت‌های روحانی که بیشتر تاکید بر این قسمت هست، اینجا یک برخورد سیاسی، یک برخورد پوپولیستیه، داره چرا خاموش از پاسخگویی فرار میکنه و با این ادعا که من اختیارات نداشتم میخواد به پایگاه حامیش، به رای دهندگان، به جامعه سیاسی کشور اعلام بکنه که اگر من نتونستم به وعده هایی که دادم به خاطر اینکه این اختیارات رو نداشتم. اینجا در حال بخواد وسط بازی رو خراب بکنه یا فرار بکنه، این قابل قبول نیست. حسن روحانی فردی هستش که از تار و پود نظام سیاسی آگاه بوده، آشنا بوده، میدونسته، 2 بار در انتخابات شرکت کرده و این وعده ها رو به مردم داده. بنابراین از این لحاظ یک برخورد سیاسی میکنه و خودش هم میدونه که نه همه پرسی برگزار خواهد شد و نه این شکاف به اصطلاح برطرف. خانم معمار صادقی، آیا این شکافی که داره نمایش داده میشه بین دولت و نگرشی که به دولت نزدیک است و بدنه حاکمیت قابلیت استفاده توسط جامعه مدنی رو اساساً داره، یا جامعه مدنی چقدر متفاوت از اون دورانی که آقای افشاری اشاره کردن، دوران پس از جنگ تا الان؟ ببینین، همه رئیس جمهور آقای خاتمی، احمدی نژاد و الان هم روحانی همشون این صحبت رو تکرار کردن. موقعی که رأی مردم رو میخوان، به اصطلاح دارن جامعه رو گول میزنن، میگن که ما این کارو میکنیم و اون کارو میکنیم، و بعد وقتی که میشن رئیس جمهور میگن که ما اختیاری نداریم، ما قدرتی نداریم و اینا. الان هم دوباره داره این حکومت حاضر میکنه خودش رو، مردم رو برای انتخابات بعدی. آقای محمد رضا باهنر از مجموعه تشخیص مصلحت نظام گفتن که برای انتخابات 60% از مردم رأی میدن و همین این نشون میده که این حکومت رو میخوان، مشروعیت این حکومت رو میخوان. یعنی همین از الان هم دارن دوباره همونو میگن. حالا آیا این فرصتی هست این که به اصطلاح این شکاف ها به وجود اومده، دوباره بخش‌های مختلف این حکومت دارن به همدیگه هی صحبت میکنن که چی میشه کرد، چه کار میشه کرد، من اگه قدرت بیشتری داشتم چجوری میتونستم این حکومت رو نجات بدم؟ آیا جامعه مدنی به طور کلی، مردم ایران میتونن از این فرصت استفاده بکنن؟ بله، اگه آگاه باشن که این حرفا، این کارها فقط و فقط برای این هستش که حکومت بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه. یعنی شما نگاه بکنید به کشورهای دیگه، مثلا شوروی دوران آقای گورباچوف، ضمن اینکه ریگان داشت با گورباچوف مذاکره میکرد، فشار عظیمی روی اون مملکت بود، روی اون سیستم بود و اون فشار زیادی که از طرف آمریکا بود و دنیا بود به طور کلی، همون جوری که الان رو جمهوری اسلامی هست، باعث شد که وضعیت اقتصادی شوروی هی بدتر و بدتر و بدتر بشه. آقای گورباچوف فقط و فقط به خاطر اینکه میخواست اون حکومت رو حفظ بکنه، قدرت رو حفظ بکنه، یه سری اصلاحات به وجود آورد، گلاسنوست و پرسترویکا، برای داخل کشور و برای اینکه به اصطلاح ساخت و پاخت بتونه بکنه یه مقداری با آمریکا. خود همون تغییرات یه سیگنال، یه چراغ سبز داد به مردم شوروی و به طور کلی به مردم بلوک شرق که میتونیم بریم جلو. مردم همینجوری قدرت خودشون رو بیشتر کردن، یعنی جنبش خودشون موفق‌تر و بزرگتر و با قدرت‌تر شد. مردم موقعی میتونن از این وضعیت جمهوری اسلامی استفاده بکنن که رو خودشون تمرکز بکنن، رو استراتژی و تاکتیک‌های نافرمانی مدنی و مبارزه بیخشونت خودشون رو هی بیشتر و بیشتر بکنن. اعتصاب‌ها، نشست‌ها، اعتراض‌ها، تحصن‌ها، همه اینا بیشتر باید بشه، متحدتر باید بشیم به عنوان یه مملکت، با بیرون از کشور، داخل کشور همه گفتمان رو علیه جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم. این فرصت هست که استفاده بکنیم، نه اینکه آقای روحانی آیا میتونه نجاتمون بده یا نه. خب مسلما مردم دیگه این دروغ‌ها و این گولا رو دیگه قبول ندارن.
آقای افشاری، این گفته ها رو، این بازی شکاف و نمایش شکاف یا داستان نمایش شکاف خب تکراری است، قبلا هم بوده، اشاره کردید خودتون در گفته هاتون. تا کی میشه آقای روحانی این رو ادامه بده؟ تا کجا ادامه خواهد یافت؟ یا آن چیزایی که آقای روحانی میگن اصلا قابل دسترسی هست براشون در ساختار فعلی؟ ببینید این نکته رو بگم، شکاف نمایشی نیست، شکاف وجود داره، منتها این شکاف و اون اندازه نیست که شکاف بین دموکراسی و حکومت اقتدارگرا یا آمرانه رو بازتاب بده. بالاخره اختلاف نظر در نوع اداره حکومت بین جناح‌های حکومتی وجود داشته و برخورد جامعه مدنی هم بسته این است که چه امکانهایی را در دست داره و بر اساس اون هستش که تصمیم میگیره، یا مردم عادی هم. اما واقعش این هستش که الان نظام بعد 4 دهه به جایی رسیده و به خصوص آقای روحانی هم که حالا مرتب میخواد بگه که من کار رو داشتم خوب جلو میبردم، همه چیز خوب بود و با تحریم‌های یک جانبه یا دولت آمریکا که بازگشت اوضاع خراب شد و به اصطلاح این گونه خوب نیست. یعنی درست دامنه مشکلات بیشتر شده ولی اصل مشکلات برمیگرده به سیاست‌های غلط، ناکارآمدی و از همه مهمتر مشکلات ساختاری. بنابراین حل مسائل اصلی کشور نیازمند تغییر جمهوری اسلامی است، تغییر ساختاری است، منتها با اتکاب مردم ایران. چون ببینید از ناحیه خارج خود این آقای ترامپ به صراحت امروز در به اصطلاح مصاحبه مطبوعاتی مشترکی که با نخست وزیر ژاپن داشت اعلام کرد که و یک پالیسی هم دوباره به حکومت فرستاد که در چارچوب همین رهبران حاضر به گفتگو و توافق است. دولت آمریکا ملاحظات امنیتی داره، مسئلهش تغییر حکومت یا حفظ حکومت خواسته ها و مطالبات مردم ایران نیست. بنابراین این حرکت با اتکا به خود مردم ایران و تقویت اعتراضات خیابان، جنبش‌های اجتماعی میتونه حل بشه. اما تا زمانی که اون اتفاق بزرگ نیفتاده ولی مردم عادی، فعالان داخل کشور، طبیعتا اونها به روزنه ها هم بعضن دل خوش میکنن و برای اینها تأثیر داره. مثلا در همون تحولات شوروی که اشاره شد، اگر به جای گورباچوف یه چهره تندخوی امنیتی مثل برژنفود، خب شرایط فرق میکرد، اون تحولات چه بسا دیرتر میشد. اما به هر صورت روحانی از این صحبت ها که جنبه گفتار درمانی داره، یک ایده عملی پشت سرش نیست، نمیتونه برای خودش کار رو جلو ببره. اما نتیجه این حرف ها بیشتر چالش برای کلیت نظام ایجاد میکنه و به اصطلاح بحران مشروعیت و عدم مقبولیت و محبوبیتش رو تشدید میکنه در جامعه. خانم معمار صادقی، آقای افشاری اشاره کردند به گفتگویی که امروز آقای ترامپ داشتند و گفتند که در چارچوب همین رهبران فعلی هم امکان مذاکره و توافق وجود داره. این حرکات آقای روحانی و گفتن این بحث ها راجع به همه پرسی و اختیارات ویژه، این چقدر تأثیر گذاره در نگرش جامعه بین المللی به این موضوع، به موضوع مذاکره؟ من فکر میکنم که نشونه این هستش که پشت پرده یا حتی علنی آقای ظریف با سناتور دایان فاینستاین با هم شام خوردن. مسلمه که جمهوری اسلامی میخواد که مذاکره بکنه. من چند بار اخیراً هم گفتم که برخلاف این که خیلی‌ها در حکومت میگن که نمی‌کنیم این کارو یا آمریکا رو میزنیم و این چیزا، جمهوری اسلامی الان در شرایطی هستش که سفت و سخت دلش میخواد که بتونه بشینه مذاکره بکنه با آمریکا. دونالد ترامپ از اون ور داره میگه که در بازه، شما بیاین و ما صحبت میکنیم. داره یه کاری میکنه که اون بخشی که در حکومت داره فشار میاره به آقای خامنه‌ای که بیاین دوباره بریم سر میز مذاکره، اونا تقویت پیدا بکنن. یعنی یه چیزی به اونا داره میده که بیان سر میز. فکر میکنم که ولی زمان زیادی خواهد بود برای همه این اتفاقهای مذاکره و مسئله هسته‌ای و کلاً امنیتی، دخالت جمهوری اسلامی در منطقه. اون 12 کاری که جمهوری اسلامی باید بکنه تا آمریکا این سانکشنز رو ورداره، تحریم‌ها رو ورداره، تا حالا به زودی اتفاق نمیفته. اون 12 موردی که آقای پومپیو اشاره کردن، اونها خودشون محور گفتگو بودن، پیشفرض یا پیش شرط نبودن خانم معمار صادقی؟
در هر صورت اگه فردا هم توافق بکنن وضعیتی نیستش که بلافاصله تحریم‌ها برداشته بشه و فشار روی جمهوری اسلامی کم بشه. اینه که این فرصت هست برای مردم ایران که همون جوری که گفتم جنبش مستقل خودشون رو، یعنی از طرف رئیس جمهور یا انتخابات فکر نکنن که تغییری قرار پیش بیاد. خب چقدر امکان وجود داره الان در ساختار سیاسی امروز ایران، چقدر امکان داره برای اینکه این همچین کاری بکنند؟ ببینین این ربطی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نداره، ربط به توانایی مردم داره، آگاهیشون و اعتماد به نفسشون که از طریق نافرمانی مدنی، از طریق اکسیون‌های شخصی خودشون، محلی خودشون و ملی خودشون نشون بدن که ما این آینده‌ای با این حکومت نمی‌بینیم و ما این توانایی رو داریم که یک گذار بی‌خشونت با صلح داشته باشیم به طرف دموکراسی، به جامعه‌ای که تمام ایرانی‌ها احترام خودشون، کرامت خودشون، حق خودشون رو دارن و برگردیم به ایران 40 سال قبل از لحاظ اون احترامی که خودمون برای خودمون داشتیم و ایران داشت در جهان. آقای افشاری، چقدر احتمال داره که هر کدوم از این سناریوها اگر اتفاق بیفتند که به فرض شرایط فعلی ادامه پیدا کنه، تحریم‌های اقتصادی و فشارها و غیره، یا مذاکره اتفاق بیفته، چقدر احتمال داره که رفتار حکومت با مردمی که خواسته‌های متفاوتی دارن تغییر کنه در هر کدوم از اینها؟ ببینید در چه مذاکره انجام بشه، چه وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه، در هر دوی اینها چندان وضعیت برای مردم، برای مطالبات جامعه، یعنی مطالبات سیاسی و فرهنگی تغییر نمیکنه و جمهوری اسلامی اونجایی که بخواد، یعنی به حال نهاد ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای و نیروهای همسو، اینها اگر بخواد شرایط سیاسی کشور دچار تغییرات گسترده بشه مقاومت میکنن تا جایی که به حال تسلیم فشار مردم بشه و به هیچ عنوان در هیچ مذاکره خارجی هم که بخواد این موضوعات بشه وارد نمیشه. اما در حوزه اقتصادی به هر صورت فرق میکنه. ببینید این تحریم ها، اینها کمکی به مردم ایران نکرده. این تحریم ها، وارد بحث کلی نمیشم تحریم خوبه یا نه، در این تحریم ها رو میگم، جدا از این که به آن ناموجه بودن، طبق موازین بین الملل، وفای به عهد، عرف و دیپلماسی دولت آمریکا پیمان شکنی کرده در این قضیه، لحاظ حقوقی که محکومه. اما از جنبه‌های دیگه هم اتفاقا این تحریم‌های گسترده الان روز به روز مسئله معیشت رو تبدیل کرده مسئله اصلی مردم. امنیت و معیشت شده ملاحظات اصلی و مسئله سیاست، دموکراسی خواهی، جامعه مدنی و مطالبات صنفی روز به روز بیشتر به حاشیه میره. خیلی قشنگ میشه مقایسه که از سطح فعالیت‌های نیروهای جامعه مدنی رو در سال گذشته تا به امسال ماه به ماه میشه رصد کرد و دید روز به روز بالاخره مسئله مردم نان شده و اینها طبیعتاً که دیگه خیلی به اعتراضات سیاسی و غیره بها نمیدن و بیشتر در خود فرو میرن. در تاریخ سیاسی حداقل معاصر ما نشون داده هیچ وقت همبستگی به معنای ریاضی بین وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و اعتراضات برای تقاضای تغییرات مثبت سیاسی به وجود نیامده. این یک مسئله. دوما هم در 40 سال گذشته مردم ایران احترام نداشتن. حالا درسته در دوران جمهوری اسلامی این احترام کمتر شده، البته از رعیت در اومدن اون موقع که یک فردی باشه در اون بالا و رسما بخواد عطایای ملوکانه رو به مردم بده، ودیعه بده. نه، به هر صورت جامعه ایران در آینده باید به جای برسه نه 40 سال گذشته، نه در پیش از 40 سال گذشته، نه در این 40 سالی که بوده، یک نظام جدید مبتنی بر کرامت انسانی با نفی دوگانه سلطنت عرفی و به اصطلاح نهاد ولایت فقیه ایجاد بشه که انسان واجد ارزش باشه و هیچ گونه شرافت و ارزش ذاتی چه بخواد در جایگاه شاه و شاهزاده باشه در جایگاه ولی فقیه برقرار نشه. خانم معمار صادقی، چقدر موافقید با اونچه که آقای افشاری گفتند در رابطه با اینکه تحریم ها باعث شدند که فشار بیاد به مردم و مسئله نان بشه و اعتراض ها کمتر بشن و حاشیه بشن؟ اولا اینکه اعتراض ها خیلی دارن بیشتر میشن
و نوع اعتراض و نوع گفتمان اونایی که اعتراض میکنن مسئله نان شب و آزادی رو با هم میگیرن. یعنی شما ببینین شعارهای معلم‌ها، کارگرها، همه کسایی که تو این 1.5 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی مبارزه کردن، همه این حرفا رو با هم زدن. یعنی برای اینکه مردم میفهمن که همون دلیلی که نون شبشون انقدر گرون شده، وضعیت معیشتیشون انقدر بد شده، همون جمهوری اسلامی، آزادیشون هم باز به خاطر همون جمهوری اسلامیه که وجود نداره. یعنی همه اینا رو با همدیگه میگن و همه اینها رو با همدیگه میخوان. میدونن که حکومتی که بهشون احترام میذاره، به حقشون، به کرامتشون احترام میذاره، حکومتی خواهد بود که توش هم حقشون رو داشته باشن، هم وضعیتی داشته باشن که بتونن برای خودشون کار بکنن، کار آبرومندی داشته باشن، زندگی خوبی برای خودشون بتونن بسازن. نه اینکه فوق لیسانس داشته باشن ولی کولبر باشن، یا همه مملکت جوری باشه که بخواد رها بشه از ایران، بیان بیرون از ایران، جوونا همه بخوان مهاجرت بکنن. ببینین الان یکی از شعارهای بزرگ این هستش که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. خب این توش همه چیز هست. یعنی مردم میفهمن که این وضعیتی که الان وجود داره براشون به خاطر جمهوری اسلامی هست، نه به خاطر اینکه سیاست آمریکا چی هست، به خاطر اینکه سیاست جمهوری اسلامی چی هست و درست شدنی نیست. ساختاری از انقلاب تا حالا همین بوده و این بحران‌هایی که الان به وجود اومده برای این حکومت طبیعیه. غیر از این نمیتونست باشه. اصلاحات برای همچین حکومتی امکانش نیست. هر چقدر هم مردم برن رأی بدن، برای بهترین آدم دنیا هم رأی بدن، آقای خامنه‌ای و این سیستم، این قانون اساسی، این ایدئولوژی اسلام اجازه نمیده که این مملکت جلو بره. وقتی من میگم برگردیم به 40 سال گذشته، منظورم این هستش که مردم ایران، مملکت ایران احترامی داشت، کرامتی داشت که قابل مقایسه نیست با این چیزی که بعدش اومده. بله ما میخوایم برگردیم، نمیخوایم برگردیم به شاهزاده یا سلطنت، میخوایم برگردیم به ایران، ایران واقعی، ایرانی که مردم همه به هم احترام میذارن، حق خودشون رو دارن. آقای افشاری، چقدر احتمال میدید، اشاره کردم به مشکل ساختاری که در جمهوری اسلامی هست و به هر حال تصمیم نهایی رو آیت الله خامنه‌ای میگیره اونجا، چقدر احتمال میدید که آقای خامنه‌ای موافقت کنه با همه پرسی برای اصل 56 قانون اساسی، یعنی مسائل مهم کشور رو به رأی گذاشتن، یا اینکه اختیارات ویژه‌ای فراتر از اون چه که هست رو به رئیس جمهور بده آقای روحانی؟ من تقریبا شخصا بعید میدونم نهاد مسائل اساسی تن به رفراندوم بدن. اساسا همه‌پرسی و رفراندوم تابو است از نظر ایشون و نیروهای همسو و بخش مسلط قدرت. آقای خامنه‌ای پیشاپیش با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رؤسای 3 قوه که برخی اختیارات هم به اونها داده تصریح نشده، الگوی مطلوب خودش رو نشون داده. تمایل نداره که اختیارات ویژه را به شخص رئیس جمهور یا رئیس قوه مجریه بده و میخواد کار به صورت هماهنگ از 3 قوه جلو بره که اتفاقا محدودیت‌های بیشتری رو ایجاد میکنه. ببینید ما اون شعار به اصطلاح دشمن ما همینجاست خیلی خیلی پیش از تحریم‌های بازگشت تحریم‌های آمریکا داده شده. اتفاقا نگاه بکنیم که تحریم‌ها 1 سال پیش شروع شدن، به طور جدی هم بعد از لغو معافیت نفتی بودن. نگاه بکنیم میزان اعتراضات چقدر بوده، این خیلی روشن. اتفاقا همین امسال مقایسه بشه مراسم روز کارگر و روز معلم، شمار کسانی که در اعتراضات بودن با سال گذشته، این تغییر محسوسه. من نگفتم که تحریم‌های آمریکا به تنهایی چنین عاملی بوده، ولی این تحریم‌ها وضعیت رو برای نیروهای جامعه مدنی و معترضان به طور نسبی بدتر کرده و لزوماً فشار به حکومت بدتر شدن وضعیت اقتصادی به بهتر شدن اوضاع جامعه مدنی منجر نمیشه. جدا از اینکه بالاخره ریسک‌های این که دوباره پوپولیست‌های به اصطلاح تقویت بشن، گرایش‌های شبه فاشیستی تقویت بشن، از این گونه مسائل هم کم نیست. ببینید بازم میگم چه ایران پیش از انقلاب، ایران دوران پهلوی ها، نه ایران واقعی بوده.
نه دوران جمهوری اسلامی هم نبود. حالا با درجاش میشه گفت اصلا ایران واقعی نداریم. ایران همیشه سپاسگزارم آقای افشاری. وقت برنامه به پایان رسید. از شما سپاسگزاری میکنم، همینطور از خانم مریم معمار صادقی از بنیانگذاران و مدیران مؤسسه توانا که در این گفتگو با من همراه شدید. از شما بینندگان هم سپاسگزارم که بیننده چشم انداز بودید. تا فرصتی دیگر.